أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم النظر الى المرأة الاجنبیة والامرد الحسن لغیر حاجة شرعیة. یعنی که باب در مسئله حرام بودن نگاه کردن به زنی بیگانه. زنی بیگانه را نگاه کردن حرام است. والامرد الحسنی، و همچنین با شهوت نگاه کردن به نوجوانی که بسیار زیبا و خوش صورت است. که نوجوانی که بسیار زیبا و خوش صورت است، نگاه کردن با اون همچنین حرام است. لغیر حاجت شرعیت، بدون ضرورت شرعی باشد. بدون ضرورت شرعی نگاه کردن به نوجوان یا به زنی بیگانه حرام و ناجایز است. نوجوان والامرد الحسن، یعنی نوجوان زیبا یا نوجوانی که خوش صورت است، نگاه کردنش حرام است. چرا؟ زیرا اینکه بعضی جوانها بسیار زیبا و خوش صورت می باشند، پس اونها را نگاه کردن همچنین از روی شهوت یا با شهوت حرام و ناجایز و نادرست می باشد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب 4 آیت و چند حدیث های را برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد می گرداند. اولین آیتی که می آرد سوره نور آیت 30 است. می گوید که قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیت 30 میگوید: قل للمؤمنین، ای پیامبر برای مؤمن مردان بگو، برای مؤمن ها بگو که یغضوا من ابصارهم، یعنی که نگه بدارند چشمهایشان را. مردها را بگو که بپوشانند چشمهایشان را. یغضوا یعنی که پایین بگیرند یا بپوشانند من ابصارهم، یعنی چشمهایشان را. پس الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را امر میکند که برای مردها بگو که وقتی که زنهای بیگانه را میبینند چشمهایشان را به پایان بگیرند یا چشمهایشان را بپوشانند. و یحفظوا فروجهم، و الله سبحانه و تعالی همچنین میگوید که ای پیامبر برای مؤمنا بگو که حفظ بکنن شرمگاه‌هایشان را. شرمگاه‌هایشان را حفظ بکنن، از زنا کردن دور باشند. ذلک ازکی لهم، الله سبحانه و تعالی میگوید این دو کار، یعنی که چشمها را به پایان گرفتن و زنهای بیگانه را نگاه نکردن و به زنا نزدیک نشدن، ازکی لهم، برای مؤمنها بسیار پاکیزه‌تر و برای مؤمنها بسیار خوبتر می باشد که مؤمنها این دو عمل را انجام بدهند. زیرا اینکه وقتی که انسان با چشم نگاه می کند، وقتی که چشم نگاه کرد اون انسان دلش به اون می کشد یا شهوتش بلند می شود، پس اون انسان به زنا دست می زند و به زنا نزدیک می شود. از این حساب است که الله سبحانه و تعالی اولا امر می کند به پایان گرفتن چشمها و نگاه نکردن به زنهای بیگانه. بعد از اون میگوید که باید مردان شرمگاه های خودشان را حفظ بکنند. بعد از این الله میگوید ان الله خبیر بما یصنعون، یعنی الله سبحانه و تعالی آگاه است از هر کرداری که مردم انجامش میدهد. یعنی هر آنچه که در قلب انسانیت میگذرد الله سبحانه و تعالی از اون با خبر است و اون را خبر دارد. پس این بود اولین آیتی که امام نووی رحمه الله برای حرام بودن نگاه کردن به زنهای بیگانه در زیر این باب برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد گردانید. و این آیت را دلیل گرفته میگوید نباید زنهای بیگانه از جانب مردان بیگانه
نگاه کرده شوند بدون ضرورت شرعی. این بود اولین آیت. بعد از این میگه و قال تعالی، و الله سبحانه و تعالی فرموده است، سوره اسراء آیت 36 می باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیت 36 می فرماید این سمع و البصر و الفؤاد. الله میگه هر آینه چشم و هر آینه سمع و گوش و چشم و قلب، یا هر آینه شنوایی و بینایی و فکر کردن، کل اولئک کان عنه مسئولا، هر یکی از اینها در روز قیامت پرسیده خواهند شد. یعنی انسان از چشمش و از بیناییش در روز قیامت الله می پرسدش، و الله سبحانه و تعالی انسان را از گوشش و از شنواییش در روز قیامت می پرسد، و الله سبحانه و تعالی انسان را از قلبش و هر آن چیزی که به اون قلبش فکر میکند و اندیشه میکند و نقشه میکشد، از اون نقشه کشی ها و فکر کردن هایش الله سبحانه و تعالی اون انسان را میپرسد. پس وقتی که الله سبحانه و تعالی از چشم و گوش ما و شما را که میپرسد، از بینایی و شنوایی که میپرسد، پس نباید به زنهای بیگانه نگاه بکنیم، زیرا اینکه الله این را منع کرده است و الله حرام اعلان کرده است که مردی بیگانه زن بیگانه را نگاه بکند. این بود دومین آیت برای حرام بودن نگاه کردن به زنهای بیگانه. و سومین آیت را امام نووی رحمه الله میارد، میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است، سوره غافر آیت 19. الله سبحانه و تعالی در سوره غافر آیت 19 میگوید که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. یعنی الله سبحانه و تعالی میداند خائنة الاعین، یعنی که خیانت چشم ها را الله میداند، یا خائنة الاعین همون نگاه کردن پنهانی، یعنی به تای چشم زنها را نگاه میکنی تا اینکه دیگرها تو را نبینن که تو به زنهای بیگانه نگاه میکنی، انمین را میگن خائنة الاعین. خائنة الاعین کسانی که بجایی با تحت چشمش زنها را نگاه میکند. پس الله سبحانه و تعالی ان همین مردا را از حالشان با خبر است. و ما تخفی الصدور، و هر آن چیزی که در دلها پنهان می شود، هر آن چیزی که دلها پنهانش میکنند، یعنی سری که در داخل قلب تو می شود ای انسان، الله سبحانه و تعالی از اون با خبر می باشد. پس این بود سومین آیت درباره حرام بودن نگاه کردن به زنهای بیگانه. پس در تنهایی و در جای کسی تو را نمی بیند، تو فکر نکن که زن بیگانه را نگاه میکنی و لذت میبری، بلکه الله سبحانه و تعالی از حال تو با خبر است و الله سبحانه و تعالی از آن چیزی که در قلب تو میگذرد با خبر هست و میداند. و بعد از این چهارمین آیت را میارد، میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است در سوره فجر. الله سبحانه و تعالی در سوره فجر میفرماید که این ربک لبالمرصاد، یعنی هر آینه پروردگار تو در کمینگاه می باشد. یعنی الله سبحانه و تعالی همیشه در مراقبت تو است. الله سبحانه و تعالی همیشه مراقب تو است، تو را میبینه تو چی کار میکنی. ای بنده، هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه تو زیر نظارت الله جل جلاله است. یگان لحظه نیست، یگان مکانی نیست که این انسان تو پنهان شوی و الله جل جلاله تو را نبیند. این طور مکان یا این طور وقت و زمان وجود ندارد. پس ای بنده مراقب باش که چشم و بیناییت و گوش و شنواییت و قلب و سر و اسراری که در قلبت فکر میکنی، از همه این الله جل جلاله با خبر است و الله سبحانه و تعالی از اینها تو را خواهند پرسید. پس این 4 آیت بود درباره حرام بودن نگاه کردن به زنهای بیگانه که امام نووی رحمه الله در زیر بابش این 4 آیت را برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد گردانید. بعد از این
امام نووی رحمه الله در قسم حدیث ها میگذرد. اولین حدیث این باب حدیث 1621 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1621 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا، یعنی که الله جل جلاله نوشته کردگی است برای فرزند آدم نصیبه من الزنا، یعنی نصیب و سهمش از زنا را الله جل جلاله برای فرزند آدم نوشته کردگی است. مدرک ذلك لا محالة، یعنی که در میابد اون فرزند آدم اون نوشته را لا محالت، خواه نخواه، یعنی که دیگر راه گریز ندارد که انسان آن نصیب، آن سهمی که از زنا برایش نوشته شدگی است آن را در میابد، یعنی به اون میافتد، راه گریز ندارد. اکنون بیان میکند که العینان زناهما النظر، یعنی دو چشم از زنا کردنش نگاه کردن هست. پس ببینید خواه نخواه گاهی می شود که انسان چشمش به زنهای بیگانه می افتد، پس این زنای چشم است. پس زنای چشم که راه گریز ندارد، انسان خواه نخواه چشم انسان به زنا می افتد. پس العینان زناهما النظر، یعنی دو چشم از زنا کردنش نگاه کردن به زنهای بیگانه می باشد. والاذنان زناهما الاستماع، پس دو گوش را زنا کردنش گوش دادن به آواز زنهای بیگانه هست. آواز زنهای بیگانه را گوش می اندازد، این هم همچنین از قسم زنا می باشد، این زنای گوش هست. واللسان زناهما الکلام، و زبان را زنایش سخن هست، یعنی با زنهای بیگانه وقتی که گپ میزنی پس زنا کرده ایستاده از زبان تو ای انسان. وقتی که زنهای بیگانه را آوازشان را گوش میکنی پس گوشهای تو زنا کرده ایستاده است. وقتی که زنهای بیگانه را نگاه میکنی چشمان تو زنا کرده ایستاده است، یعنی تو از این گریز نداری، فقط تو احتیاط میکنی که از اینها به قدر تواناییت دور باشی، اما تو در اینها مدرک هستی، میخواهی نمیخواهی در این میافتی. والید زناهما البطش، و دست را زنایش این قپیدن هست، گرفتن هست. وقتی انسان یک زن بیگانه را میقپد، با دستانش سلام میکند و با دستش میقپد زن بیگانه را، پس این زنای دست میباشد. و رجل زناهما الخطا، و پایها را زنایش قدم زدن هست به سوی زنا رفتن یا به سوی کارهای حرام رفتن. وقتی که انسان قدم زده نزد زن بیگانه می رود پس این قدم های زدگیش زنا حساب می شود. والقلب یهوى و یتمنى، پس میگوید دیل این میل میکند و آرزو میکند. دیل از زینایش این میل و آرزو است. وقتی که یک انسان با قلبش یک انسان آرزو میکند، زنها را آرزو میکند و تمنا میکند و میل دارد به زنهای بیگانه، پس این زینای قلب میباشد. پس ببینید که هر یک اعضای بدن به خودش زینا دارد. پس مسلمان باید این راه های حرام را، این زناها را به قدر تواناییش کم بکند و از زنا دور باشد. میگه و یصدق ذلك، و تصدیق میکند همه اینها را الفرج، یعنی شرمگاه، یعنی که اینها همه خواهش میکنه. ببینید چشم اول میبیند و گوش و آوازاش هم اول چشم زیباگی زن را میبیند و گوش آواز زن را میشنود و با زبان گفتگو میکند و دست به طرف زن بیگانه دراز کرده میشود و پای
این به طرف زن بیگانه می رود و قلب دل انسان میل و آرزو می کند آن زن بیگانه را، انا اکنون و یصدق ذلك الفرج، و تصدیق می کند همه اینها را شرمگاه. یعنی آخرش همین است که بعد شرمگاه قطع اون زنا واقع می شود، یعنی که زنا واقعش به وجود میاد. اما اینها همه ابتدایی هستند. او یکذبه، یا تکذیب میکند آن را شرمگاه، یعنی شرمگاه بگیم به اون نزدیک نمی شود. دیدید؟ پس همه اینها راه های زنا است. از این حساب است که شریعت منع میکند زنی بیگانه را با مردی بیگانه در یک جا تنها ماندنشان را، در یک جایه بودنشان را حتی منع میکند. چرا؟ زیرا اینکه این منشأ فساد است. پس امروزها ببینید چقدر زنها به فساد میروند. سببش چی است؟ سببش با مردهای بیگانه گپ زدن، و سببش این است که مرد و زن تنها میتوانند در یک جا باشند، اجازتشان دادن. و این دموکراسی است که انسانها را به فسق و فجور و فساد کشانید که مرد و زن را حقوقش را برابر کرد. پس چقدر فسق و فجور و چقدر بدبختی ها دیده می شوند از جانب زنها، زیرا اینکه این زنها قاعده و فرموده الله و رسول را یک جانب گذاشتند و به قاعده و فرموده مخلوق عمل انجام دادند. پس باید انسان از همه اینها دور باشد، از همه این زناها دور باشند. این حدیث متفق علیه می باشد، یعنی که انسان خواه نخواه در یکی از این زناهای، چی چشم و چی گوش و چی زبان و چی دست و چی پا و چی قلب می افتد، اما خودش را نگه بدارد که در زنای واقعی که اون با شرمگاه است در اون نافتد. هذا لفظ مسلمین، این لفظ مسلم می باشد و روایت البخاری، و روایت بخاری است و مختصر و کوتاه روایت بخاری هست. این بود حدیث 1621 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1622 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: ایاکم والجلوس فی الطرقات. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید با حذر باشید، دور باشید از نشستن در راههای مردم کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید دور باشید و ننشینید. قالوا یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیها. گفتن ای رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، یعنی چاره جز از این نداریم که ما باید در اون جایها بشینیم. نتحدث فیها، پس صحبت میکنیم در اون جایها. یعنی که گفتن ای رسول الله ما در راه ها حتما باید بنشینیم، زیرا که در راه و صحبت میکنیم با یکدیگر، نقشه کشی میکنیم و گفتگو میکنیم و یکدیگر رو میبینیم. پس گفتن این در راه ها نشستن پیشش گرفتن کاملا گفت ناامکان است ای رسول الله. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که فاذا ابیتم الا المجلس، پس گفت ناگزیر و ناامکان پذیر باشد مگر اینکه شما باید بنشینید، یعنی که امکانی ترک کردن در راه ها ششتن را ندارید، پس شکار کنید. فاعطوا الطریق حقه، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که پس گفتن بدهید راه را حقش را، یعنی رعایت بکنید حق راه را رعایت بکنید. قالوا، پس اصحاب پرسان شدند که و ما حق الطریق یا رسول الله، یعنی حق راه چی است ای رسول الله؟ قال غض البصری، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که پوشیدن چشم هست از زنهای نامحرم. وقتی در راه می نشینید زنهای نامحرم به او راه ها می گذرد، پس شما چشمهایتون را به پیش خودتون بگیرید، زنهای بیگانه را نگاه نکنید. این از حقای راه می باشد. و کف الاذی، و همچنین خودداری کردن از اذیت و آزار هست. از اذیت و آزار
خودداری کردن وقتی که شما در راه می نشینید کسان زنهای میگذرند بسیار با شرم و با حیا هستند، راه گشته نمی توانند، آزار اونها می شود، یا بلند گپ زدن آزار اونها می شود، بلند خنده کردن آزار اونها می شود، یا در راه می نشینید که آزار کسی می شود، در این صورت شما گفتن انا همون آزارها رو از بین ببرید، انا همون اذیت ها رو از بین ببرید، آزار ندهید. و رد السلامی، و همچنین جواب دادن سلام از حقای راه می باشد. در وقتی که در راه که هستید سلام رو جواب ده کسی میگذرد به نزدتون سلامتون میدهد، سلام رو جواب بدهید شما، یا که کسانی که میگذرد و اونها را سلام بدهید. و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و همچنین امر کردن به کارهای نیک و پسندیده از حقهای راه هستند. و نهی عن المنکر، و همچنین باز داشتن از کارهای بدم از حق راه است. و کسانی را دیدید که در راه بد است، اونها را باز دارید از اون راهشو به راه نیک بیارید. و کسانی را دیدید که در راه نیک است، اونها را تشویق بکنید، اونها را تعریف بکنید و اونها را فضیلتشان را بیان بکنید تا اینکه مردم در راه سالم و درست بماند. پس یعنی که امر معروف و نهی منکر کردن همچنین از حق راه می باشد. کسانی که در راه ها می ایستند، حق راه بالای اونها همین است که امر معروف و نهی منکر داشته باشند. پس این حق ها را رعایت کنی و این حق ها را اگر اجرا کرده بتوانی، پس می توانی در راه بیستی، که این حدیثی متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1622 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1623 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: و عن ابی طلحه زید بن سهل رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو طلحه زید بن سهل رضی الله عنه روایت است که گفت: کنا قعودا بالافنیه، یعنی که میگم ما در صحنه های پیش خانه های ما نشسته بودیم، یعنی که در راهی که در پیش خانه من هست، میگه در همون جا نشسته بودیم. نتحدث فیها، ما میگه در همون قد راه در پیش خانه من میگه گفتگو میکردیم، سخن میکردیم. فجاء رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ما آمد، میگه فقام علینا، پس بالای سر ما ایستاد. در نزد ما میگه ما نشسته که بودیم، میگه در نزد ما آمد و چخ در بالای سرمون ایستاد. و فقاله، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ما لکم و لمجالس السعوداتی، گفتن ما لکم و لمجالس السعوداتی، گفتن چرا سر راه ها می نشینید و مجلس میکنید در سر راه ها، یعنی که از سعودات یعنی که سر راه رو میگویند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ما لکم ولی مجالس السعوداتی، یعنی که چرا شما سر راه ها می نشینید و مجلس میکنید، یعنی چرا این کار رو میکنید شما؟ اجتنبوا مجالس السعوداتی، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن دوری بجوید از نشستن و مجلس کردن در راه ها. در راه ها گفتن از مجلس کردن و گفتگو کردن دوری بجوید و دور باشید. فقلنا، پس میگه ما گفتیم، ابو طلحه زید بن سهل میگوید که ما گفتیم که انما قعدنا لغیر ما بأسین، گفتن هر آینه ما نشستیم به خاطر کاری که باکی ندارد، یعنی که در مسئله یگان حرام مصلحت نکرده ایستادیم یا گپ نزده ایستادیم، در یک کاری جایز و درست یا در یک کاری که باکی ندارد در شریعت، با همون شش تایم صحبت میکنیم. قعدنا نتذاکر، گفتن شش تایم با یک دیگر نتذاکر یعنی مسائل علمی رو یادرس میکنیم. قعدنا، گفتن ما در اینجا در قد راه نشستیم، نتذاکر یعنی مسائل علمی رو با یک دیگر گفتگو میکنیم، و نتحدث و سخن میگوییم با یک دیگر. قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اما لا،
گفتن که وقتی که این کار را ترک کردن نمیتوانید، یعنی در راه شیشتن حتمی باشد که باید شما در راه بنشینید، فادوا حقها، پس رسول الله گفتن حق راه را شما ادا بکنید. پس رسول الله گفتن حق البصری غض البصری، یعنی حق راه این پوشیدن چشم ها هست از زنهای نامحرم، و رد السلامی، و همچنین جواب دادن سلام می باشد و کسانی که میگذرد سلامتون که میدهد در راه هستید و سلام اونها را جواب بدهید، و حسن الکلامی، و خوش سخنی بکنید در راه، خوش سخن باشید، نه اینکه قهقه و بخندید و مردم را آزار بدهید و سبب آزار دیدن دیگرها شوید. این طور کارها را انجام ندهید. پس گفتن حق راه را ادا بکنید، وقتی که ناامکان پذیر باشد ترک کردن مجلس کردنتون در راه ها. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. پس در این حدیث هم همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم در راه ها نشستن و صحبت کردن را منع می کند. اما اگر که هیچ ناامکان باشد، وقتی انسان دیگر راهی نداشته باشد، اگر جای جمعیتی دیگری نباشد که از راه بیره شوند، حتما باید در همون راه بیستن. وقتی که ایستادن حتما باید حق راه را ادا بکنند. پس رواه مسلم، این حدیث 1623 را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. از صعودات، اکنون میگه کلمه صعودات بالضم الصاد والعین، هر دی حرفا رو هم صاد و هم عین رو ضمه میکنیم. ای الطرقات، منظورش میگه راه ها است. صعودات یعنی که راه ها میباشد. پس این بود حدیث 1623 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1624 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن جریر رضی الله عنه قال، یعنی که از جریر رضی الله عنه روایت است که گفت، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1624 میگوید از جریر رضی الله عنه روایت است که گفت سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن نظر الفجأة فقال، عن نظر الفجأة فقال، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسیدم درباره نگاه کردن ناگهانی و ناخواسته. یک انسان یک زن بیگانه را یکی چشمش میافتد میبیند، پس این حکمش چی است؟ فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اصرف بصرک، گفتن برگردان چشمانت را، یعنی چشمانت را گم طرف کن. وقتی که گشتی زن بیگانه را که دیدی، زود چشمانت را بپوش، زود چشمانت را به طرف دیگر بگردان. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده که وقتی که انسان یک زن بیگانه را میبیند، به سویش نگاه میکند، چشمش میافتد، زود باید چشمش را به دیگر طرف بگیرد. اما اگر که نگاه کردنش را دوام بدهد، اگر که نگاه کردنش را بر دوام نگه بدارد، اون زن را نگاه کند، در این صورت گناهگار می شود و عاصی می شود اون مرد. این بود حدیث 1624 کتاب ریاض الصالحین که این حدیث را رواه مسلمون، امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1625 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ام سلمة رضی الله عنها قالت، میگوید که از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که گفت کنت عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، و عنده میمونة، و در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میمونه هم همچنین بودند، یعنی همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین میگه بودند. فاقبل ابن ام مکتوم، پس میگه عبدالله ابن ام مکتوم میگه نزد ما آمد، و ذالک، یعنی این کار بعد ان امرنا بالحجابی، بعد از اون که امر شدگی بودیم به حجاب، میگه بعد از همون این کار واقع شد، میگه یعنی که حجاب فرض شدگی بود، میگه پس عبدالله ابن ام مکتوم میگه نزد ما آمد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که احتجبا منه، گفتن
روی بگردانید یا حجاب بکنید از عبدالله ابن ام مکتوم. عبدالله ابن ام مکتوم کور بود، یعنی نمیدید چشمانش. فقلنا، پس ام سلمه با میمونه میگوید که ما گفتیم که یا رسول الله الیس هو اعمی لا یبصرنا، میگه گفتیم که ای رسول الله آیا اون کور نیست که ما را نمیبیند؟ آیا اون نابینا نیست؟ یعنی که عبدالله ابن ام مکتوم نابینا بود، نمیدید. پس میگه گفتیم که اون ما را نمیبیند ولا یعرفنا و ما را نمیشناسد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که افعمیوان انتما، آیا شما هم نابینا هستید؟ گفتن الستما تبصرانه، آیا شما اون را نمیبینید؟ آیا شما، گفتن اون عبدالله ابن مکتوم ام مکتوم را، عبدالله ابن ام مکتوم را آیا گفتن شما نمیبینید؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به طبق این حدیث منع کردن مادران مؤمنان را که در نزد عبدالله ابن ام مکتوم به حجاب باشند، با وجود آنه که عبدالله ابن ام مکتوم چشمانش کور بود و نابینا بود و نمیدید. اما این حدیث را که رواه ابو داود و ترمذی، ابو داود و ترمذی روایت میکند و قال حدیث حسن صحیح، میگوید حدیث حسن و صحیح است. این حدیث مخالف حدیث است که بخاری و مسلم روایت کردگی هست، یعنی این حدیث ضعیف می باشد، این حدیث ضعیف است. و همه حدیث های صحیح این حدیث را رد میکنند، یعنی که ما حدیث های صحیح داریم که مخالف این حدیث است، این حدیث ضعیف است. چنانکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با فاطمه بنت قیس رضی الله عنهما امر کردن، فرمان دادن که عده‌اش را در خانه پسر عمکش ابن ام مکتوم بگذراند، یعنی در خانه همین عبدالله ابن ام مکتوم که پسر عمک فاطمه بنت قیس بود، یعنی بچه عمکیش میشد، پسر عمکش که بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه بنت قیس گفت که در خانه پسر عمکت عدت را بگذران. گفت چرا؟ به خاطر اینکه نابینا بود و گفت که می توانی، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه بنت قیس را گفت که می توانی لباست را درآوری، لباست را بیرون کنی، به لباس باشی، یعنی که منظور از به حجاب به لباس یعنی به حجاب باش، یعنی رویت بتابد یا که گردنات بتابد، مشکل ندارد. چرا؟ زیرا که عبدالله ابن ام مکتوم کور بود، نمیدید. پس این حدیث صحیح که این حدیث در صحیحین آمدگی است، این حدیثی که حالا گفتیم، یعنی که پیغمبر فاطمه بنت قیس را گفت عدت رو در خانه پسر عمکت بگذران، در حدیث صحیحین در بخاری و مسلم است. پس این حدیث صحیح است. پس این حدیثی که حالا خواندیم، حدیثی 1625 کتاب ریاض الصالحین که ابو داود و ترمذی این حدیث رو روایت کرده است، ترمذی گفته است که این حدیث حسن و صحیح است، این ضعیف است، صحیح نیست، یعنی که مخالفی حدیث صحیح می باشد. و امام احمد درباره حدیثی که مؤلف رحمه الله، امام نووی رحمه الله ذکر کرده است، در این باره میگوید که رفع این حدیث، یعنی که این حدیث رو نسبت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دادن، این اشتباه و غلط هست. این ثابت شدگی نیست که این حدیث رو پیغمبر گفتگی باشد، یعنی که این حدیث ثابت نمی باشد. از این رو نگاه کردن زن به مرد نامحرم باکی ندارد. می تواند که زن مرد نامحرم رو نگاه بکند، یعنی که حرام نمی باشد، البته به شرطی که نگاه کردن عادی باشد، یعنی نگاه کردن عادی باشد، نه از روی شهوت و لذت. یعنی که از روی شهوت اگر یک زن مردی بیگانه را نگاه بکند حرام است، اما نگاه کردن عادی، نگاه کردن بگم عادی باشد، اگر در این صورت حرام نمی باشد. به همین خاطر است که مردان بدون رویهاشون پوشاندن در بین زنها میگردند. از این حساب است که مردان بدون رویهاشون پوشاندن در کوچه و بازار و در خیابانها میگردند و رویهاشون نمیپوشانند. اگر که دیدن مرد برای زن حرام می بود، اگر که دیدن مرد برای زن حرام می بود، پس مردها هم الله جل جلاله امر میکرد که رویهایتون رو بپوشانید تا اینکه زنها رویهای شما رو نبیند. چی طوره که زنها را نگاه کردن حرام است، روی زنهای بیگانه را نگاه کردن، پس الله جل جلاله زنها را امر کرده است که رویهاشون رو بپوشانند.
اگر که روی مرد را نگاه کردن حرام میشد، الله جل جلاله برای زنها برای مردها امر میکرد که مردها هم روی هاشون بپوشونن، مردها هم حجاب بکنن. وقتی که حرام کی نبود، الله مردها رو امر نکرد که روی هاشون بپوشونن. اما برای زن با شهوت نگاه کردن به طرف مرد حرام است، ناجایز است، نادرست است، اما بدون شهوت که در یکی چشمش برسد، در این صورت باکی ندارد. یا مرد را نگاه کند بدون شهوت، در این صورت باکی ندارد، یعنی که حرام نمی باشد. اما از این عمل دست بکشد بهتر، خوبتر است. یعنی که مردای بیگانه را نگاه نکنند، از مردهای بیگانه دور باشند. برای زنها یعنی که دلالت به پاک دامنی تر بودنشان میکنند که زنها خیلی زنهای پاک دامن هستند که تا این اندازه دقت میتونن که روی های مردای بیگانه رو نگاه نمیکنند. پس این بود حدیث 1625 کتاب ریاض الصالحین. اما این حدیث ضعیف است، چطوری که در بارش با تفصیل بیان کردیم که این حدیث مخالفی ضدی حدیث است که در بخاری و مسلم آمده است، که اون حدیث بخاری و مسلم حدیث ثابت است. وقتی این ضدش که شد، پس این ضعیف می باشد. پس بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1626 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: و عن ابی سعید رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1626 کتاب ریاض الصالحینش می گوید از ابو سعید رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، گفتن نگاه نمی کند مرد به عورت مرد دیگر، مرد نباید عورت مرد دیگر رو نگاه بکند. ولا المرأة الى عورة المرأة، و همچنین گفتن زن نباید عورت زن دیگر را نگاه بکند، حرام است. ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد، و نباید که قرار بگیرد و نباید که خواب بکند مرد با مرد دیگر در زیر یک جامه و در زیر یک کرپه و کرپچه، در زیر یک بستر، در زیر یک ادیال. مرد و زن معذرت میخوام، دو مرد در زیر یک بستر نمیتوانند خواب شوند. ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب الواحد، و همچنین نمیتوانند خواب بکنند زن با زن در زیر یک بستر و در زیر یک ادیال و در زیر یک کرپه نمیتوانند خواب بکنند، در زیر یک پارچه خواب کردنشون جایز نیست، درست نیست. پس ببینید حتی دو مرد در زیر یک ادیال خواب کردنشون جایز نیست، یا دو زن در زیر یک ادیال خواب کردنشون جایز نیست. حتی مرد نمیتواند عورت مرد را نگاه بکند و زن نمیتواند عورت زن را نگاه بکند. این ناجایز و نادرست می باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. پس این بود حدیث 1626 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این با همین باب حرام بودن نگاه کردن به زنهای بیگانه به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب تحریم الخلوت بالاجنبیتی، یعنی که باب حرام بودن تنها ماندن با زن بیگانه. یک مرد با یک زن بیگانه تنها ماندنشون در یک مکان حرام و ناجایز و نادرست می باشد. پس این باب نو است. باب نو رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.